توپ مرواری نوشته صادق هدایت. فایل 5. avayabookwordpress.com. اگر خوانندگان گرام فراموش نکرده باشند، سابقا اشاره کردیم که یکی از اجزای جدایی ناپذیر توپ مرواری ماده‌ای بود به نام کانتاریدین که از عصاره همین مگس‌های کانتارید اسپانیولی است که ناخدا کلمب از جیبش، و یا درست‌تر بگویم از جیب زیر جامه‌اش در آورد و به رئیس قبیله داد که مثل مهرگیاه و مهره مار و ناموس کفتار خاصیت شهوت انگیز دارد. حالا خودمان تعجب میکنیم در صورتی که ناخدا کلمب این تحفه نطنز را نخستین بار به ینگی دنیا برده بود، چگونه ممکن بود که زرادخانه‌چی های بومی کاستاریکا این ماده را قبلا در آلیاژ لوله توپ به کار برده باشند؟ البته وظیفه اخلاقی مورخ است که از لحاظ بی‌طرفی این مطالب را مطرح کند. متاسفانه در این باب اطلاع کافی نداریم و باید اقرار کنیم که چون نسبت به وجود این ماده هم شک داریم، احتمال قوی می رود که عصاره همان سیگار ماریجوانا یا یوهانبین باشد که برعکس کوکائین تولید شهوت می کند. ولکن یوهانبین را سیاهان آفریقا بعدها با خودشان به آمریکا بردند. و هر حال این موضوع را به قید احتیاط تلقی می کنیم. دیگر خواننده گرامی خود داند. یادمان رفت بگوییم که وقتی ناخدا کلمب این توپ را دید به شگفتی اندر شد و به ایتالیایی که زبان ناخواهریش بود گفت کانون. لغت کانون فرانسه همان کانون یونانی و زاکن روسی به معنی قانون است که عرب‌ها چون از بیخ عرب بودند ناچار برای اینکه شیرفهم بشود معربش کردند، اما هیچ ربطی با سازی که قانون مینامند ندارد. باری کلمب به زبان بیزبانی میخواست بگوید هر کس توپ دارد قانون هم با اوست. بعدها ناپلئون هم همین جمله را دزدید و مسخ کرد و گفت حق تخم لق است، حرف حق از دهنه توپ در می آید. به هر حال اسم تخمی قانون روی توپ ماند، ولکن هنوز پای این بخوبریده ها و دزدان دریایی به خلیج فارس باز نشده بود و رنگ مروارید را در خواب هم ندیده بودند تا این توپ را قانون مروارید بنامند. باری به هر جهت زمانی که ملوانان اندلسی به هزار زحمت این توپ را به جای خلیفه المستأصل من الله لای نمد پیچیدند و توی رزمناو باربندی کردند، 7 نفر توپچی و 7 نفر قانونچی و 1 نفر کشیش و 1 نفر جادوگر و مترجم جهود را از زیر قرآن و قلعه یاشین گذراندند و در رزمناو جای دادند. کشتیبانان گروهی از زنان فاجره بومی را دزدکی وارد رزمناو کردند، بادبان را برافراشتند و قطب نما را میزان کردند و رزمناو سود کشید و به راه افتاد. هنوز چندان از ساحل دور نشده بود که معلوم نبود چه شیطانی زیر جلد این موجودات معلوم الحال مادینه رفت. افتضاح عجیبی به پا شد. زنهای فاجره لوله را از لای نمد در آوردند و روزها کتاب ویسورامین و کاماسوترا و الفیه و شلفیه می‌خواندند و شبها با لوله این توپ الا کلنگ بازی و کرمکشی می‌کردند، به طوری که کشیش و جادوگر و ملاوانان اخلاقشان پاک فاسد شده از صراط مستقیم به کلی منحرف گردیدند. رزمناو قرتاجنه و کاشف ینگی دنیا معروف به کلمباباد از بس که تویش کثافتکاری کردند مبدل به بزمناو گردید. آنقدر در آن اشربه و اطعمه و ادخنه صرف شد و لهو و لعب و سحق و ملامسه انجام گرفت که ریق ملوانان محترم در آمد، به طوری که اگر از بالا دماغشان را می گرفتی از پایین جان به جان آفرین تسلیم می کردن.
حالا دیگر چه درد سرتان بدهم؟ همین که رزمناو قرتاجنه بعد از 7 هفته مسافرت کنار لیسبون، کرسینشین پرتغال که آن وقت مردم از روی نفهمی و بی اطلاعی از علم شریف جغرافیا این کشور را لوزیتانیا می نامیدند، لنگر انداخت. سرنشینان آن همچنان مستان تافه در هم میلولیدند و به زبان بی زبانی میقولیدند خوش باش دمی که زندگانی این است. حالا از اینجا بشنوید که پادشاه لوزیتانستان اعلی حضرت دسپراتوس که تازه سری توی سرا آورده بود و میخواست اظهار لهیه بکند و به تقلید ملت دوست و همسایه خود اندلس جهانگشایی هایی بنماید تا بتواند بگوید ما هم برای خودمان گوهی هستیم. ظاهرا با برادران اندلسی خود لاس میزد، اما در باطن به خونشان تشنه بود. آمریق وسپوس دریاسالار لیسبون و هامفلیت به محض اینکه شنید رزمناو قرتاجنه در آبهای سرقباله میهنش لنگر انداخته است، برای سرکشی و بازرسی بهداشتی و اخلاقی و انضباطی بدو به سراغش رفت. بعد از آنکه یک جلد ترجمه عربی تورات 17 منی عهد عتیق به خط بایسونقر آورد و مهر کرد و از سوگند وفاداری غلیظی به خدا و شاه و میهن که حرف اول آن به صورت خشم در میآید خوردند. چند تا قرابه شراب پورتو عالی به ناف سرنشینان رزمناو بست. وقتی خوب کله پا شدن، یواشکی دست کرد در جیب مترجم مخصوص و پیام ناخدا کلمب را در آورد، مهرش را شکست و با چشمهای ناسور سند سلامی خود آن را به زحمت خواند و اتخاذ سند کرد که خمس ربع مسکون به نام کلمب آباد کشف شده و از همه مهمتر قانونی برای پادشاه اندلس فرستادند که میتواند با آن در یک لحظه باقی دنیا را کفلمه بکند. با خودش گفت چه مردی بود که از زنی کم بود؟ چرا من اسم واماندم را روی باقی ربع مسکون نگذارم که جاویدان بشود؟ الان من هم اقدام مقتضی برای خدمت به میهنم به عمل می آورم تا اسمم را مثل این مرتکه نکره که خمس مسکون را به نام نحس نجس خودش معروف کرده، لااقل من هم به یک قسمت دیگرش می دهم. فوراً زنگ زد اسب بادپیمایش را که از تخم و ترکه شبدیز بود زین کردند، سوار شد و بی محابا تا کاخ ابیض یک نفس تاخت. با وجود اینکه اسم شب را نمیدانست، یک سره دوید توی اتاق نشیمن ذات اقدس شهریاری دسپرادوس. در این وقت اعلی حضرت داشت مطابق دستور کتاب علاج الاسقام روی بواسیرش را که قبلا زالو انداخته بود ضماد تواغج میگذاشت. از گستاخی دریاسالار خاطر ملوکانه سخت برآشفت. اشاره به میرغضب‌باشی کرد که سر دریاسالار را در دم از تنش جدا سازد. دریاسالار گفت اعلی حضرتا قبله عالم سلامت باشد، بنده از راه دیوسی به بواسیربوسی ذات اقدس شرافیاب شدم. غریب این است که ادای این سلام همان و جا در جا بهبود سنده سلامش همان، لکن افسوس که میرغضب‌باشی مهلتش نداد و سرش را بیدرنگ ختنه کرد، در حالی که آمریق وسپوس به زبان حال می سرود بیت چرا عمر دراج و طاووس کوته، چرا مار و کرکس زیاد در درازی. ناگفته نماند که مرحوم آمریق وسپوس شاعری شیرین سخن بود و قبل از اینکه رخت به سرای عقبا بکشد قصیده‌ای در مدح بواسیر ملوکانه سروده بود که این چند بیت از آن به دست ما آمد. نظم: ذات شاهانه چون یبوست یافت، گشت کون مبارکش خونی. بس که در مستراح شاهنشاه، زور زد همچون مرد افیونی. پاره شد مقعد همایونش، از یکی سنده همایونی. باری همین که آتش خشم ملوکان فرو نشست، چون سواد حسابی نداشت،
زیرا نمیتوانست لغات استخدوس و زوسنکاریا و قشعریه و ملافه و جلیزقه و قزلقرط را با املای صحیح بنویسد. خوشنویس باشی دربار را فوراً احضار کرد. خوشنویس باشی که خط بسیار شیکی داشت و در دایره نونهایی که می نوشت همیشه 3 نقطه بیشتر جا نمی گرفت و جملات تملق‌آلود قلمبه سلمبه بی‌معنی فراوان از برداشت، زیر کرسی با اهل بیت اطهارش خوابیده بود. به ضرب دگنک با پیرهن و زیر شلواری به حضور شاهش بردند. او هم خر شد و پیام ناخدا کلمب را از سیر تا پیاز از زبان ایتالیایی که زبان خواهرخواندش بود به زبان شوهرننش لوزیتانی سره برای شاه ترجمه کرد و مورد تفقدات مخصوص ملوکانه واقع شد. ولکن اعلی حضرت از شتاب زدگی خود منفعل و خجل و از کرده خود پشیمان شد و نشستنکی فرمان عفو عمومی برای اهالی ینگی دنیا صادر کرد، به شرط اینکه به پاس جاسوسی میهم پرستانی دریا سالار از این به بعد اسم آمریق وسپوس را روی قاره ینگی دنیا بگذارند. جای بسی تعجب است که اهالی محترم ینگی دنیا هم بی چک و چانه زیر بار رفتند و احمقانه با آنکه ناخدا کلمب کبوتر آزادی و دموکراسی و کاشف آنجا بود، این اسم نخاله را بریش گرفتند و اسم دریا سالار لوزیتانی را روی قاره خود گذاشتند تا روحش در آن دنیا شاد بشود. دسپراتوس که جرثومه گند دماغ از خود راضی و ماجراجویی بود و شرح حال رستم را در کتاب مرآت الکذب به دقت خوانده بود، خیال جهانگشایی در کله می‌پروراند. چند پک جانانه به یک سیگار تاج مشتوکدار زد تا حواسش سر جا آمد و فوراً شورای عالی نظامی تشکیل داد و در نتیجه حکم صادر کرد که چون پای منافع حیاتی و مصالح عالی کشور در میان است و اسرار نظامی نباید جای درز بکند، لذا خوشنویس باشی که دهنش لق بود و همچنین تمام سرنشینان رزمناو قرتاجنه را به بهانه شرب خمر و فقاع پرتو برای عبرت سایرین ابتدا حد بزنند و سپس سرشان را از تن بگیرند. باری اعلی حضرت تصمیم گرفت ابتدا کلمپاباد را از چنگ اندلسی ها در بیاورد و بعد هم حقه سوار بکنند با اسلحه سهمناک قانون دخل ربع مسکون را بیاورد. لذا لباس غضب بر تن استوار فرمود و روی مبارک ترش نمود و سوگند آبداری بدون مضمون یاد کرد که ایها الناس، ما فاتح ربع مسکون که همه اجدادمان پشت اندر پشت قبل از هبوط آدم ابوالبشر تا امروز همه سلطان ابن سلطان و خاقان ابن خاقان بوده اند و لباسهای زرورق زده می پوشیدند و تاجهای جوهرنگار به سرشان می گذاشتند، به پدر خدا و پسر او که هر دو در ملأ اعلی سرگردانند و روح القدس که بر ما مکانش معلوم نیست و به نان مقدسی که فطیر است و ایضا به خون عیسی علیه السلام که از شراب ناب است و گیسوی بریده مریم مجدلیه که فاطمه فیلفکس آن زمان بود، قسم همین الان لشکری جرار بفرستم که علاوه بر خمس مسکون 7 پرکنه هند را با مردمان وحشیش که به جای پرتقال موز و لوز و جوز و نارگیل و ازگیل و زنجبیل و حلیله و بلیله و روغن شنبلیله و زنیان و مادیان و مامیران و فوفل و فلفل و هل و میخک و دارچین و انفوزه زهرمار می کنند و از اخلاق جدید و دموکراسی و علم و تمدن غرب و فرهنگ و مذهب و ماتریالیسم جغرافیایی و مرکانتیلیسم بیخبرند، بهشت عنبرسرشت بکنم. زیرا پدر که در آسمان هاست خوش نمی دارد که ما از همه مزایای علم و فرهنگ و تمدن و اخلاق و آزادی چیگری و
روشنفکری چیگری و دموکراسی چیگری و مبارزه چیگری و هوچیگری برخوردار باشیم و آنان نی. گواه ما همین اسلحه قانون می باشد که به طرز معجزه‌آسا عنایت الهی بر کف کفایتمان گذاشته است. زنده باد آزادی، مرگ بر عمال ارتجاع که به ما باج و خراج نمی پردازند و حضرت پاپ را به رسمیت نمی شناسند. جاوید باد هرچه کشیش است و پاینده باد شکنجه های استادانه آنها. زنده باد خودم، شراب برای همه، پرتقال برای همه، قانون برای همه. این خطابه آتشین در میان کف زدن ممتد حضار قرائت شد. توضیح این که ذات ملوکانه در نظر داشتن اول فقط یک سوگند کوتاه میل فرمایند، ولی بعد چانشان گرم شد و قسم ایشان به یک سخنرانی محیرالعقول میهم پرستانه مبدل گردید. ما سعی کردیم عین متن لوزیتانی آن را از روی نسخی که در کتابخانه‌های ملی قرناطه و قسطلونه و اشبیلیه و جلیقیه و تلیتله و القنطره و اشبونه و بارسلونه و برقس و تبرق و مبرالحکیم وجود دارد استنساخ نمود. پس از مقابله و تصحیحات و تعلیقات و حواشی لازمه در معرض استفاده و استفاضه قارئین گرامی بگذاریم. بدبختانه چون از بیخ عرب بودیم و از لسان عذب البیان لوزیتانی اطلاع کافی و وافی نداشتیم، این بود که به ترجمهش اکتفا نمودیم. امید است که همگان را مقبول و مطبوع افتد. باری فوراً شب 6 گرفتند و اسم رزمناو قرتاجنه را لوزیتانیا گذاشتند و ناخدا اسکودوگاما را که از زور شجاعت و دلاوری داستان 7 خان اسفندیار را معتبر نمیدانست و به وقت پیکار و تیرگذاری با رستم دستان و سام نریمان مقاومت میتوانست و هر وقت بر صف اعدا میتاخت به هر جمله مبارزی را بر خاک هلاک میانداخت و هر پهلوانی که با آن یل پیلتن در میآویخت اگر کوه آهن بود از هم فرو میریخت و بر هر صف دشمن شکن متوجه میگشت. اگر همه سد سکندر بود اجزایش را از یکدیگر میگسست. به فرماندهی کل آن رزمناو نامزد گردانیدند و به دریافت لقب امیرالبحر که گویا دریا سالار باشد مفتخر نمودند و به عنوان وزیرالوزرای خود مختار کشتی‌های اعزامی روانه ینگی دنیا کردند تا به وسیله قانون اول ناخدا کلمب را سنبل کند و بعد هم خطه ینگی دنیا را به اضافه 7 پراکنه هند زیر نگین دسپراتوس در بیاورد. قانونی که به او دادند مرکب بود از اکراد و الوار و سیلاخوری و بخوبریده و قدار بند و دزدان دریایی و سیاه آفریقایی و محکومین به حبس ابد که با زن و بچه و زال و زاتول از میان قلعه یاسین گذشتند و یاهو کشیدند و توی کشتی‌های اسقاط چپیدند. در ضمن چون قوت غالب اهالی لوزیتانستان پرتقال بود، اعلی حضرت چندین صندوق پرتقال برای توشه راه به آنها اعطا فرمود. باری باد موافق وزید، بادبانها را برافراشتند و کشتیها به راه افتاد. این را داشته باشید تا ببینیم چه به روز پهلوانان داستان ما آمد.